یکی از ساده ترین دسرهای کریسمسی که میشه با 3 قلم مواد درستش کرد همین دسریه که دارین توی تصویر میبینید. بدون فر و همزن، فقط با وسایل دم دستی میشه 3 سوت این دسر خوشمزه رو درستش کرد. امروز قراره با هم دسر کریسمسی درست کنیم. فقط قبل از شروع آموزش رفیق این ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار تا بتونی کلی به من انرژی بدی. من پارسا گتو ام و اینجا هم دانشگاه قنادی منه. بریم سراغ آموزش. اول از همه ژله مورد نیازمون رو میاریم. من برای این ویدیو از 2 مدل ژله استفاده کردم. ژله توت فرنگی و ژله طالبی. بستگی به سلیقتون هم داره. هر ژله که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. مواد رو به گرم براتون نوشتم. و برای کسایی که ترازو ندارن، هر ژله رو میتونن با 3 لیوان فرانسوی آب جوش ترکیب بکنن تا به این غلظتی که توی ویدیو قراره ببینید برسید. مواد رو با هم ترکیب میکنیم. حتما رفقا آبتون آب جوش باشه. ژله رو وقتی میریزید کامل باید ترکیب کنید، چون اگه آب جوش نباشه با هم حل نمیشه، مخلوط نمیشه. میتونید به 2 حالت ترکیب کنید، یا بنماریش کنید یا مثل من از آب جوش استفاده کنید. به هر 2 حالت میشه. لیوان‌های مورد نظرتون رو میارید و پر از و ژله میکنید. حالا من چون دوست داشتم 2 رنگ ژله استفاده کنم، 3 لیوان آب ریختم داخل یه ژله و هر کدوم از لیوان ها رو نصف پر کردم. بعد از اینکه لیوان ها رو پر کردیم میره داخل فریزر به مدت 1 الی 2 ساعت. توی این حین ژله دوممون رو هم درست میکنیم. مقدار ژله و آب رو هم توی تصویر با گرم براتون گذاشتم. ژله رو توی آبجوش میریزیم و شروع میکنیم با همزن مخلوطش کردن. اگه دوست داشتین توی این مرحله بچه‌ها میتونید که از رنگ‌های خوراکی هم استفاده بکنید، هیچ اشکالی نداره. ژله هامون که رو که توی فریزر گذاشتیم کامل خودش رو گرفت، میاریم و داخلش از ژله رنگ دوممون میریزیم. من از رنگ طالبی استفاده کردم که تضاد رنگ قرمز تقریبا و توی نمایان کردن و زیبایی ژله بیشترین جلوه رو داره و دوباره میذاریمش فریزر. مرحله بعدی تزیین کردنه. من خودم شخصا دوست داشتم از شکلات‌های سکه‌ای استفاده بکنم برای تزیین. هر طور که دوست دارین میتونین تزیین کنین، با میوه، با هر چیزی که دوست داشتین، بستگی به خودتون داره. اول شکلات رنگ دارک رو آوردم به یه حالت صاف کشیدم و بعد با شکلات سفید یه درخت مانند درست کردم. و یه نکته مهم، شکلاتتون رو میتونید بنماری آب کنید. من خودم شخصا گذاشتمش داخل فر که گرم بشه، ولی شما میتونید بنماریش هم بکنید. بنماری کردن یه مشکل و ایرادی که میتونه داشته باشه اینه که احتمال داره که رطوبت وارد شکلاتتون بشه و به مرور خراب بشه اگه به مقدار زیاد استفاده کنید. میتونید داخل فرم استفاده کنید. بعدش هم که با هر چیزی که دوست داشتید تزیینش میکنید و اونم بسته به خودتون داره. حتی میتونید از دونهای انار هم استفاده کنید و میره داخل فریزر به مدت 5 دقیقه و اینم میشه رخ کار تزیین ما که با شکلات درستش کردیم. شبیه مثلا خواستیم درخت کاج درش بیاریم. میذاریمش کنار و دسرهامون رو میاریم و دونه دونه از این شکلات‌ها برای تزیین روش میذاریم. دوستان توجه داشته باشید که اگه میخواید توی فریزر بذارید این دسر رو 1 الی 1.5 ساعت بمونه خودشو میبنده. اگه توی یخچال بخواید بذارین 2 الی 4 ساعت، بسته به این داره که شما چه مقدار آب به موادتون اضافه کردین. اگه همینقدر اضافه کرده باشید که 1 الی 1.5 ساعت تو فریزر و 2 الی 3 ساعت توی یخچال کافیه. اینم از آموزش یه دسر ساده خونگی که میتونی خیلی راحت تو 3 سوت درستش کنی. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. خوشحال میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایبت بهم انرژی بدی رفیق. امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. تا ویدیوی دیگه با پارسا گتو، خدا نگهدار.